85% اختلافات زرتشتی به خاطر موضوع نیست، به خاطر نوع بیانش است که درست بیان نمیتونن. مثلا یک ناز داده نمیتونن، دیگر یک تشکر گفته نمیتونه، یک لطفاً گفته نمیتونه، یک ببخشید گفته نمیتونه، یک معذرت خواسته نمیتونه، یک محبت ابراز نمیتونه. بعضی‌ها در دل هم دیگر دوست دارن اما متاسفانه نمیتونن ابراز کنن، موضوع بیان کنن. بعضی‌ها ما این خانه میان جنگ و دعوا دارن. خب باز که وقتی پرسان میکنم خود تو میخوای از یادم نمیگه طلاق بگیری؟ نه به خدا من دوستش دارم دکتر. او هم دوست داره. در تلفنش هم میبینیم مای لایف ستش کرده اما جنگ دارن چون بیان نمیتونن موضوع. یا مثلا والدین با اولاد، شما اکثرا فامیلا رو میبینید اختلاف وجود داره، اولاد گپ پدر مادر رو درک نمیتونه، جنجال است. متوجه میشین مادر گریه میکنه بر اولاد کی کنه نمیشه، ارتباط درست نیست. بین یک دفتر همکارا اگر مشکل داره، در یک کوچه و اجتماع اگر مشکل وجود داره، شما ریشه یابی کنین در نوع ارتباط است. حتی بین رهبر و پیروش، بین دو کشور، اینا کلش ریشه در ارتباطات داره. اگر انسان بتونه ارتباط درست برقرار کنه زیاد اختلافات حل میشه.